بچه ها خوش اومدین به این ویدیو. اومدم بهتون یاد بدم چه شکلی توی کانتر دو نفره بازی کنید با دوستانتون. اولش اینو بگم که یکی از گوشی ها بعد هات اسپاتش همون نقطه اتصالش رو روشن کنه و یکی دیگه هم از گوشی ها باید وصل شه به اون نقطه اتصال یکی دیگه از گوشی ها. ما برای اینکه ویدیو سخت نشه این کارو میکنیم. گوشی که نقطه اتصالش رو روشن کرده رو میذاریم گوشی یک، اون گوشی دیگه هم که وصل شده به گوشی دیگه، به نقطه اتصال گوشی دیگه، اونو میذاریم گوشی دو. خب هر دوشون باید بزنن روی مالتی پلیر، هر دو از گوشی ها. گوشی یک اینجا یک بخشی هست اسمش لوکال آی پی، بخش که نیست، پایینش لوکال آی پی، پایینش یه کدی نوشته که کد وصل شدنه. گوشی شماره 2 اینجا لوکال ویا هات اسپات همون گزینه دومو میزنه، بعد گزینه اول همین جوین گیم اون کد رو اینجا وارد میکنه، بعد جوین گیم رو میزنه و گوشی اول هم میاد این گزینه رو میزنه. بعد هر دو میتونن از اینجا مپ رو انتخاب کنن. گوشی اول میتونه مپ رو اینجا انتخاب کنه برای هر دو گوشی. بعد از اینجا مود گیم رو هم میتونیم عوض کنیم که اونم خودتون میدونید. بعد استارت رو که بزنید هر دو از گوشی ها میتونن اینجا بر خودشون اسکین انتخاب کنن. مثلا شما میتونید اینجا یکیتون دزد باشه یکی پلیس، با هم دیگه دشمن باشین، یا هر دوتون پلیس یا دزد باشید با هم دیگه یار باشید. بعد اینجا اوکی رو هم که بزنید میتونید از اینجا چی کنید، میتونید که با هم دیگه بازی کنید دیگه. آره، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و به کارتون اومد، دکمه دنبال کردن، لایک و کامنت رو بزنید دیگه. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.